الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمیع خواهران و مادران و برادرانی که ما رو میبینید و ما رو گوش میکنید، از خداوند بسیار صاحب توانا و قدرت خواهان او هستم که الله مهربان زندگی نیک، زندگی خوب، زندگی حلال، زندگی که در او غضب تو و قهر تو نباشد در بالای ما، الله مهربان برای ما نصیب بگردان. گذشتگان همه ما را الله مهربان رحمت و مغفرت و هر نفری از بندگان تو حاجتی دارد، خواهشی دارد، سختی دارد، با فضل کرمت الله مهربان برطرف بگردانی. جمیع نفرهایی که از این مردم ما، از این دیار ما بیرون از این دیار هستند، بیرون از این تاجیکستان عزیز ما هستین، الله مهربان کارهاتون در برار و کشایش و مشکلات ها را الله مهربان از بالای سرتان دور گردانه و با وقتی خوش، با سری بلند، با دست های پور به خاندانتان و نزدیکا و اهل عیالتان الله مهربان برساند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. عزیزای خدا می گفتند گلی که بوی ندارد با او چمن حیف است، دلی که درد ندارد با او بدن حیف است، کسی که فهم ندارد با او سخن حیف است، سری که سجده ندارد با او کفن حیف است. الله مهربان جمیع نصیحتگرهایی که ما داشتیم پیشتر، الله مهربان امروز که اونها کدامش که زیر خاکن رحمت و مغفرتشون گردانی. و امروز این نصیحتگرهایی که داریم که برای این مردم نصیحت خود دریغ نمی دارند، وقتهای خودشان در خدمت بندگان خدا صرف میکنند، الله مهربان اینها را از آفت و از سختی و از فتنه هایی که امروز هست الله مهربان در حفظ و امانت نگه دارید. برادران عزیز و گرامی، چند سوالی که در پیش من هست، من انشاءالله با سوالهای شما جواب میگردانم و از خداوند دعا گویم که خداوند این توفیق برای ما و شما تید که با آنچه میشنویم عمل کننده باشیم. سوال اولی که آمده است برادران عزیز، در مردم ما یک عادت است، در مردم ما عادت است که وقتی که نفر اذان میگوید در
نام پیامبرمان وقتی میرسد، اشهد ان محمد رسول الله که میگوید، بسیار انسان ها هستند که همین دو انگشتی که هست اینها را بوسه میکنند و در بالای چشماشون میگذارند و میگویند که، یعنی به تاجیکی اگر گویم میگوید که بینایی چشمم برای تو ای محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی ای پیامبر نازنین فدای تو باد، این روشنی چشم من فدای تو باد. یعنی قرة عینی بک یا رسول الله گفته، معناش همین است. همین آیا از نگاهی بگیم دین یا از نگاه فقها و دانشمندا، آیا همین را انجام دادنش درست است یا درست نیست؟ برادر عزیز، اینجا در پیش من الله رحمت کنه مولانا الاستاذ محمد حایتی کتابی داره به نام کشف الاسرار عن وجوه الآثار. این الله رحمتشون کنه که دوملو محمدی قمسنگیری را که همین کتابش من در دست من چند کتابه راستی حضرت اکو اینم من با چی خاطر این از این گفتم جواب گویم، انا هم برای آنه که حضرت همه ما و شما می شناختیم، همه ما و شما می دونستیم و با خود یک نام و نشان و یعنی عزت و شرف داشتن و همین مسئله را از کتاب‌های فقهی که در اوتر جمع کردن هم جوابش برای ما و شما آسان تر است. اینجا گفتن که انا بوسیدن انگشتان بزرگ دست که در زمان ما انجام می‌یابد آیا شرعاً جایز است یا نه؟ همین انگشتایی که گفتیم بوسه میکنیم در بالای چشمان وقتی که در اذان یا نام پیغمبر شنیدن، وقتی که ما همین را اگر در چشمان بگذاریم، آیا همینا گفتن درسته یا نادرست؟ خب اینجا جواب آمده است که در بعضی کتاب‌های فقهی گفته است املا مستحب نوشتن. یعنی در بعضی کتاب‌های فقهی گفته است من دیدم که همین را کاری ثواب گفتن، مثل کنز العباد، خزانة الروایات، جامع الرموز، فتاوای صوفیه، این کتاب‌ها را حضرت نام گرفت و گفت که در همین کتاب‌ها آمده است که بوسه کردن همین گویم انگشت‌ها و بالای چشم گذاشتنش گفتن که ثواب کردن همین. بعد در دوامش حضرت می‌نویسه لکن این کتاب‌ها غیر معتبرند، یعنی این کتاب‌ها کتاب‌هایی نیستند که ما از اینها مقصد انا مسئله را خب گرفته و در جامعه فتوا بتیم، یعنی غیر معتبر هستند. وقتی معتبر نباشند ما حق از اینها فتوا دادن ده، مقصد حضرت این است که یعنی فتوا دادن میتونیم. در کتاب‌های معتبر و مشهور نشانی از این مسئله وجود ندارد. میگه لیکن در کتاب‌هایی که بسیار معروفن مشهورن، بگذار مثل مختصر، مثل شرح الوقایه، مثل هدایه، مثل مشکات، مثال فقه الاسلام و ادلته، مثل خیلی دیگر المبسوط سرخسی و دیگر فتاواهایی که مشهور و معروف هم برادر عزیز. میگه در اینها میگه از این مسئله یگان چیزی خبر نامده است. احادیث هایی که فقها در این باب ذکر کردن با تحقیق محدثین درست نیستند و حدیث هایی را که میگه در این باب هم آوردن
در این بابم حدیث هایی را که آوردن، میگه این حدیث ها هم یعنی حدیث هایی نیستن که اعتبار ندارن که ما با این حدیث ها مقصد انا روی بیاریم و گوییم این حدیث پیغمبر هست. کو حدیث هایی که آوردن یعنی اونا حدیث های موضوع هستن، حدیث هایی که از نام پیامبر گفتن لیکن پیامبر او را گفتگی نیست. از اون جمله میگه در فوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه جناب امام شوکانی آورده است که حدیث محض کشیدن چشمان با دو انگشت سبابه در وقت شنیدن قول مؤذن اشهد ان محمد رسول الله که آن را ابوبکر صدیق با طور مرفوع روایت کرده است، این خب ابن طاهر در کتاب تذکیر گفته است که صحت ندارد، یعنی نادرسته. همین مسئله وقتی از جناب ابوبکر صدیق آوردن که گویا حضرت این کار میکردن، میگه جناب ابن طاهر در کتاب تذکیر گفته است که یعنی این حدیث صحیح نیست. همچون شمس الدین سخاوی هم در مقاصد الحسنه فی الاحادیث المشهوره علی السینه بعد از ذکر چند حدیثی که از جمله اونها حدیثی بوسه کردن انگشت و بر چشم گذاشتن هم حضرت هم گفته است که این حدیث ثبوت ندارد، حدیث یعنی حدیث نیست. و از اون جمله برادران عزیز اکیداملا مولا علی قاری هم آورده است که در حدیث های موضوعه دارد. حضرت جناب مولا قاری هم علی قاری میگیم یعنی موضوعات حدیث هایی که گویم حدیث نیستن بلکه از نام پیامبر ساختن و یا در همون جا میگه این حدیث هم میگه حدیث موضوع گفتن. و همچنان در دوامی همین برادرای عزیز کتاب آورده است که این چنین در وقت شنیدن نام خداوند سبحانه و تعالی و نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود را خم کردن اصلی ندارد، زیرا تعظیم الله و سبحانه به ذکر ثنا است، یعنی جل جلاله گفتن است، و احترام شنیدن نام پیامبر به درود فرستادن است، نه به خم کردن. والله اعلم بالصواب. الله رحمت چون کنه که دوملورا. یعنی برای ما از کتاب‌های معتبر برادران عزیز که چه از جناب امام شوکانی و چه از سخاوی و همچنان از مولا علی قاری و اینها همون حدیث هایی که در همین باب بوسه کردن انگشت و گذاشتن بر بالای چشم همشون گفتن این حدیث یگان مقصد به درجه صحیحیت نرسیده است و ایره هیچ یکی از محدثین مشهور و معروف مقصد ایره مورد اعتبار قرار هم ندادن. به این خاطر گفتن در کتابهایی که غیر معتبر بودن که حضرت داملا نامهاشون در کتابشم آورده است در اون آمده است که ثواب است، لیکن در کتابهای مشهور دیدیم که از اینها میگه یگان اثری وجود ندارد در این باب، هیچ کدام او ما را دلالت نکردن. و این خاطر برادران عزیز یعنی این کار اگر کدامی از ما و شما میکردگی باشیم ترکش کنیم بهتر میشود، زیرا چیزی را که در شریعت ندارد یگان دلیل و یگان مقصد حجتی قوی نیست انجام دادن او برای ما ضرور نیست. و برای چی من از دیگر کتاب ها نیاوردم بلکه کتاب اکای داملا که مخصوص در همین تاجیکستان ما در جامعه ما بود، همه من میدونستیم و میشناختیمش. مرحمت در کتاب کشف الاستارش عن وجوه الاثار، کتابی که فکر میکنم در بسیاری دستی داملاها ممکن باشد،
در همین چه همین مسئله را حضرت داملا آوردن برادران عزیز، لیکن از خود هم نگفتن، بلکه بسیار کتابای معروف و مشهور ما و شما را دلیل و حجت آوردن، اونهاش غیر اعتبار دانستن. برای من اگر مقصد اینجا در یک کار است که وقتی که در همین یگان دلیل ها و حجت های قوی که نباشد، پس باعثی این نشود که خلاص گپی این حضرت انا یک جمانه و با یک نفر دیگر گوید که نه سخن اینهاش اعتبارن. هر یک چیز اعتبار به حجت برادرای عزیز و گرامی. برای همین هر یک مسئله را که ما میگیم، مثال من از کتاب مختصر هر مسئله را که میگم در زیر هر یک عباره او یک آیت قرآن یا یک حدیث پیامبر یا یک آثار از صحابه پیامبر هست. به این خاطر بعد او دلیل می شود و او حجت می شود. در دوام دیدیم که حتی حضرت گفتن وقتی که در هر جایی که نام الله هم گرفته شود یا نام پیامبر هم گرفته شود، که در همه بسیاری از منطقه های تاجیکستان ما مردم مقصد خداشون از جاشون بلند میکنن، میاناشون خم میکنن، حضرت میگه این ضرورت نداره. این ضرورت از جناب عبدالحی لکنوی را هم من در حواشی خلاصة الفتاوا در امو کتاب مجموعة الفتاواش خواندم که این خم شدن حتی حضرت برای ما و شما من میکند که این گونه خم شدن برای مثال الله و رسول او، یعنی من کردن، گفتن فقط و فقط هر جایی که نام الله گرفته شد ما باید جل جلاله بگیم، یعنی که وقتی که نام پیامبر گرفته شد ما باید صلی الله علیه و سلم بگیم. بسیاری مردم خداشون مقصد هم خیلی می جنبانن و لیکن صلوات نمیگن. برای جنباندن و به صلوات تو گناهگار میشه، زیرا صلواتش مهمتره. یعنی ما خودمون مثال جنبانیدن این یگان ضرورت ندارد و هر کسی این کارم که نکرد ما حق او را ملامت و مثال مذمت نداریم. بگذار برادر عزیز آدمایی که علم دارن با علمشان گپ زنن، با دلیل حجت ها بیارن گپ زنن، بعدا این مسئله با روشن‌تر میشه. از این لحاظ برادر عزیز و گرامی آنچه را که من دیدم یا آنچه را که از این کتاب خواندیم، جواب این برادر عزیز همین است. سوال دیگر گفتن اگر شوهر دیوانه باشد زن باید چیکار کند؟ یعنی وقتی که نفر یک زن میگیرد میبیند که شوهرش دیوانه ای یا بگذار زنش دیوانه ای، اگر میگد کتابا صاحبای کتاب میگد اگر به شرط اگر نو دیوانه شدگی باشد، ممکن که مقصد آدمی است یکی همون بیماریش همون روزهایی که مثال بگیم نو توی کرده است یا اینکه یگان هفته پیش از تویش همی کارها شده است، اگر میگد در این حالت باشد تا یک ساله مهلت دارن که خواه زن باشد خواه مرد باشد خودشون تبابت کنن. لیکن اگر به شرط همین دیوانگیش چند ساله باشد یا اینکه همین دیوانگیش در یک سالم نرفت با دوامدار که باشد، اینجا در حق جدا شدن دارن. یعنی از یکدیگر جدا شوند و با مقصد کدامش که با صحت است با برای خودش مقصد زن یا شوهر دریافت میکنه و زندگیش بردن میگیرد. میگن مردک نفری گفت که 6 سال شد که از مردک که من یگان پیغام خبر نیست، مثلا تماما نه تلفن نه خبر شد، نه مردش معلومه نه زندش معلومه، نه برای ما هیچ چیز هم نمیرسانه.
اگر در این صورت برادرای عزیز وقتی که همین خیل مسئله بالا آمد، از قول امام مالک و قول امام شافعی، امروز مرکز اسلامی ما هم از نگاه این امام ها در دوام 4 سال اگر به شرط تماما خبر و خط و زنده و مرده بودنش، یعنی یک نفر مثل گمشیده است، تماما یگان خبری نیست از او، در این حالت میتونن که در دوام 4 سال مقصد صبر میکنن، بعد 4 سال رفته از همین مرکز اسلامی همون خطی بگیم طلاقشون میگیرن، ایدهش بعد این میپاید، بعد این 4 سال با ایده بعد طلاق های. بعضی آدم ها یکی مبادای همین مسئله هم شد، در حال رفته و خط طلاق گرفتی شوهر نکن، زیرا که ایده پاییده بعد شوهر های. یعنی هر زنی که اگر به شرطی که حیض میدیدگی باشد 3 حیض است و هر زنی که حیض نمیدیدگی باشد 3 ماه است، باید این مهلت هم میگذرانین، بعد مقصد شوهر کرده میتونین. امام ابو حنیفه هم که امروز ایروی ضرورت بگیم از پیروی امام مالک امام شافعی، البته اجازت است که پیروای امام ابو حنیفه هم از این مسئله کار بگیرن. دیگر مسئله، بابا جان میگویند که چیزهای شیری را فروختن گناه است، ولی ما از روی زندگی وزنینمان شیر چکه میفروشیم، در خانه گناهگار میشیم یا نه؟ نه، کسی گپ گفت از خطا کرده است. یعنی چیزهای شیری را فروختن فرق ندارد، چیزی که میفروشین خواه شیر باشد، خواه جرغات باشد، خواه چکه باشد، هر چیزی که باشد نباشد، فروختن این انشالله یگان جای گناهش نیست، بلکه خدا خواهد این هم یک راهی بگیم به دست آوردن پول حلال است. یگان گناه هم برای کسی ندارد. کسی این گپ گفته است بسیار خطای کلام کرده است.